گیر کردی؟ همه چی داره درست میشه. همین روزا دوستای از سراغت تهرون میان. که چی؟ که یعنی این که کارمو ردیف میکنم برم اونور خرج. جون تو به همین سادگی. البته خیلی هم ساده نیست، ولی خواستن توانستن است. دیگه طاقتم تموم شده، اصلا حوصله موندن و بلا تکلیفی رو ندارم. همین فردا پس فردام یقمو میگیرن میگن جناب سعید خان بفهم و برو سربازی. آهای حیف نون، بیا نوبت توی دیگه. من برام برگردم. کجا؟ دیدی؟ بازم جا زدی. تو عمرن آدم بشو نیستی. ما رو ملاف کردی. مرد حسابی مگه قرار نیست ما با هم کار کنیم؟ چرا؟ ولی امروز ممکنه بابام بیا. همیناست دیگه بهت میگم میترسی میگی نه. اینجوری ها به ما توی جوب نمیره. یالا دیگه چرا معطل میکنی؟ اومدم بابا اومدم. یالا جون بکن. ببخشید بفرمایید سوار شید. معطل کجا داری بری؟ من چی کار کنم؟ برگرد آهای با تو هستم برگرد. کجا داری بری؟ بذار بابات بیاد تکلیفمو با تو معلوم میکنم. بپر. آها این درسته. ترسو مرد با من کسی باید ترس رو بذاری کنار. خسته نباشی. راضی هستی؟ دست شما درد نکنه. بعد از اون همه بیکاری دیگه امیدم قطع شده بود. آدمای خوبی هستن. اگه مهندس ازت راضی باشه سر سال بارتو بستی. من مرد جاده‌ام. انشالله پیش شما با آقای مهندس رو سفید از آب در بیم. آره
باید خوب حواست جمع کنی. این مهندس آدم معتبریه، اونا همه دنیا قبولش دارن. تو این سفر خودشم باهاتون میاد. باید نشون بده که این کاره ای. آتایی ببخشید الان خواهش برمیگردم. میکنم. آقا رضا پسرتون چی شد؟ مگه قرار نبود بیاد بر دست ما کار کنه؟ حتما اون دوستش بازم زیر پاش نشسته. در هر صورت اونم واسه خودش ماشاءالله مردیه. پای قایق تفریح و این چیزا نسوزونش. به نفعشه که بیاد اینجا کم کم یه کاری یاد بگیره. نمیدونم چی کار کنم. یه خود چموش آتقی. بفرستش اینجا، من رامش میکنم. برو بچه تو فکری؟ آره داداش، ما هم رفتنی شدیم. مگه مغز خر خوردم؟ از این کار لعنتی هم دیگه حالم به هم میخوره. یا ماهی قاچاق یا پرنده قاچاق. تا کی باید از دست پلیس و این و اون در رفت؟ دیگه راحت میشم. تازه چند وقتی میام از ترس سربازی باید تو 1000 سوراخ سنبه قایم بشم. وقت سربازیت که رسید اون وقت حال منو میفهمی. این نامه پسرممه، آلمانه. میدونی از اون خلافکارای یک بود. حالا اونجا داره پادشاهی میکنه. هیچ فکر کردی اگه رفتی اونور چیکار میخوای بکنی؟ چیکار میخوام بکنم؟ پام که رسید اونور مرز میگم پناهنده. اون وقت نونم تو روغنه. همه چی هم واسم جوره. کارم که فراوونه. کار میکنم نه برا پولشا. اونجا همین جوری میارم به آدم پول میدن. واسه این که نمیخوام به مفخوری عادت کنم. تو مرام ما نیست. روبرا که شدم واسه تو هم میفرستم. آره اینجوری هست همین جون. پس فکر همه چی رو کردی، واسه همینه که تازگی هر چی در میاری دلار میخری. تو دیگه کسی بابا، کاش منم میتونستم. کاری نداره، تو هم بیا با من بریم. نمیتونم بابا ولش کنم. از وقتی مادر و خواهرم مردن حالش خیلی بد شد. دیگه منم ولش کنم برم میترسم یه بلاملایی سرش میاد. ای بابا اون که حواسش به تو نیست. هر وقتم که ببینتت به پر و پات میپیچه. ول کن بابا، حال نداری. بابا کدومه؟ خود را باش. ما که بابا نداریم چی شده؟ من رفتم. خیلی ممنون. به قایقو بدم باهاش کار بکنم. اینه کاری که میخواستی بکنی؟ قاچاق لشتو ببر بیرون. امشب تکلیفم باید یه سره میکنم. ببینم خیلی بی‌انصافه. بی خود و بی جهت نزدیک بود بلایی سرت بیاره. راست میگه دیگه، داریم قاچاق میکنیم. قاچاق کدومه؟ داریم سهممونو برمیداریم. پاشو تا بیشتر گندش در نیومده را بیافتی.
بشین تو برون پشیمون میشی یا آخه این حیوانی هم قراره امروز بپره بره اسخر آقا لازمش داره قراره ورش داره بابت پولی که واسه خارج رفتنم میده حوصله‌مو سر بردی یا یه سوار شو دیگه بچه بازی در نیا به من چیکار داری؟ تو برو اینا رو رد کن وسایلت هم بفروش دلار کن برو خارج برو ترکیه برو آلمان برو هر چه که میخوای با من اینجوری حرف نزن حمید من با تو فرق میکنم من نمیتونم اینجا بمونم پس برو دیگه چرا معطلی؟ خب دیگه من چیکار کنم تو هم یه پولی جور کن بیا بریم چیه میترسی برو با تو هم. آخه تو چی میگی لعنتی حد به حساب چیه امشب بابام منو میکشه اونم به خاطر تو این کار لعنتی من که واسه دعوتنامه نفرستادم خودت اومدی حالا این بابا تو به رخ من میکشی من مثل تو بابا ندارم کسی رو ندارم اگه تو از بابات کتک میخوری من از هر کسا ناکسی باید کتک بخورم آقام که مرد زن آقام تندی شوهر کرد میخواستن از من یه قاچاق فروش حرفه‌ای درست کنن واسه همین فرار کردم آره میخوام برم به هیچ کس هم مربوط نیست میخوام برم جایی که واسه شون فرقی نکنه من کیم و بابام چی کار است این اولین بارش نیست که آقا رضا هر وقت شما اینجا نیستی همین برنامه است همش هم زیر سر اون پسره بی سر و پاست انشالله همه چی درست میشه فرض کنید که پسر خودتونه اگه پسر من بود سر از تنش جدا میکردم اختیار داریم ما بیشتر از این از شما انتظار داریم از فردا عمش میفرستدش گاراژ آتقی دیگه مزاحم شما نیست قایقم باشه اگه صلاح دونستین بدین دست یه نفر که باش کار کنه چطور؟ پس مگه خودت نمیخوای باش کار کنی؟ من از فردا میرم مسافرت قرار شده رو تریلی کار کنم درآمدش خیلی خوبه شاید اینجوری یه سر و سامونی بگیرم 2-3 هفته بیشتر طول نمیکشه به گل بود به سبزه نیز آراسته شد تا حالا که خودت اینجا بودی وضعش اینطوری بود وای به روزی که بالا سرش نباشی حتما خونه را میکنن محل قاچاق پرنده و چرنده و خزنده نه آقا رضا همونی که اول گفتم من این خونه را احتیاج دارم پسرم میخواد عروسی کنه پس اجازه بدین این سفر رو برم و برگردم بعد راجبش صحبت میکنم صحبت نداره که گناه کردم پس فردا همه جا میپیچه که من با قاچاقچی های مرداب هم دستم دست شما درد نکنه حالا ما را قاچاقچی هم کردین من نمیدونم هر چه زودتر باید اینجا رو خالی کنید از فردا هم حق ندارید روی اشکالی من کار کنید خدا حافظ تازه دیروز با قایق زده پرچین خونی مارم شکسته فقط منم که تا حالا تونستم باهاش سر کنم تو که اینجا نبودی نمیدونی چه قشقرقی به پا کرد تا زمانی که نتونی این بچه رو مهار کنی هیچ زنی پا تو خونت نمیذاره تا آخر عمرت هم از ابوغلی میمونی حالا کی خواسته زن بگیره تو بالاخره تو باید یه روزی زن بگیری من که نمیتونم خودم و پای تو با این پسره ولنگار بسوزونم اون وقت تو میای زیر بغلم و بگیری یا این پسره که معلوم نیست آخرش سر از کجا در میاره میدونم تو هم حسابی افتادی تو زحمت من و این پسره دیگه نمیذارم اذیت بشی یه کار خوب پیدا کردم فردا آفتاب نزده عازم خارجم خارج؟ آره بار ترانزیت میبرم ترکیه پس تکلیف من چی میشه؟ برات اهمیت نداره که من چجوری باید با این پسر سر کنم؟ 20-25 روز بیشتر طول نمیکشه برمیگردم اون وقت همه چی درست میشه تو برگردی باز روزی 1000 دفعه بمیرم و زنده بشم آقا داداش ازت نمیگذارم اگه تکلیف منو معلوم نکنی تو رو خدا بس کن دیگه من به اندازه کافی اعصابم خراب هست میگه چی کار کنم بذار پاشو بذار خونه تیکه تیکش میکنم اون وقت ببینم شما راضی میشین
دلارا رو برد. سعید بیا، ریختن تو خونه از سرقا. من تو آخرین لحظه جیم شدم. اوکی. ماشینمونم پرید. دمت کرد. یه دقیقه موتورتو بده، الان برمیگرد. شرمنده اخلاقت. سعید جون، قربونت زود برگردی ها. چشم. سلام. چی شو؟ مگه قهر نبودی؟ برگشتی؟ سوار شو. این اسخر آقای نامرد پای مارم گیر میده. چی شده سعید؟ خیلی بی‌معرفتی. مگه چی شده؟ هیچی، بابا تو خط تناسیت کار پیدا کرده، اون وقت تو از من قایم میکنی؟ خب منم اومدم پیشت که همینو بگم. بابام فردا میره ترکیه، تا برگرده میتونیم راحت با هم کار کنیم. ترکیه؟ سر به سرم میذاری. باور نکن، ولی من اومدم بگم که بی حساب بشی. باید بری موتور عباس رو بهش برگردونی. تو به سوراخ سنبایی تریلی واردی نه؟ چیکار میخوای بکنی سعید؟ بابام منو میکشه. نه ترس، نمیذارم آب از آب تکون بخوره. فقط میخوام یه سرگوشی آب بدم. یالا قلاب بگی. نه من میترسم سعید. زود باش ترسو مرد. قلاب بگی یالا. من میرم در واسط وا میکنم بیادم بده. نه سعید، من میخوام برم. امشب تو خیابونا پر پلیس گیر میافتی.
بیا بیرون. سعید کجایی؟ عجب جای خوب و راحتیه. تا ترکیه. بیا پایین سعید. همین جون تو جاش خیلی خوبه. تو هم بیا بریم. تو هم نباس بری. بیا پایین. سبیل دست بکار. چشم آقا چشم. We will start right now. Everything is all right. Bye. آقا مهندس این که کمه. طبق قرارمونه دیگه. قرار ما فقط بابت گاراژ بود، اما حالا یه کمی فرق کرده. چه فرقی؟ آره به جون شما کلی زحمت کشیدم تو این یارو رضا رو پیداش کردم. امیدوارم تا آخرش سر برا بمونه. آدم بدبختیه، کار براش از هر چیز بیشتر اهمیت داره. تا حالا که حساسیت نشون نداده. به ما اطمینان کن آقا مهندس، قرار پسرشم بیاره بذاره پیشم، گرو نگرش میدارم تا کارتون تمام شه. بیاین بچه ها. اگه ناراحت نشی باید بگم که پدر بزرگوارت هم دستش تو خلافه. یعنی چی؟ چه ربطی داره؟ حمید جون اون چیه که تو این وقت شب یواشکی میارن زیر تریلی جاسازی میکنن؟ تمام شده آقا مهندس. خوبه. من میخوام برم تو ماشین. تو هم بیان. نه پس من رفتم تو هم برو خونه. بگیرش. یواش. یارو سعید گیر میفتی ها. گیر میفتن. اینام دستشون تو قاچاقه. بلدم چی کار کنم. مجبور میشم منم با خودشون ببرن. آره واسط نامه مینویسم. تو هم اگه خواستی تا صبح صبر کن ببین بابا چی کار است. حالا خواهم بچه ها بخش چشاتون هم خوب واکنین تا صبح چیزی نمونده. اینه کاری که میخواستی بکنی؟ قاچاق!
داره میاد. شالخون بذار بره. میگم خیلی شانس آوردیم که این یارو رضای حاضر شد با همون همکاری کنه. خب دیگه سرعتت زیاد کن. با عقبی هم علامت بده. فاصله هم حفظ کن. باشی. چه کار خطرناکی. بابا بریم بیارمش. حالا موقعشه که ما هم خودمون رو نشون بدیم. ای آقا یه نفر پشت الان میافته. اون پشت آویزونه. ای آقا با شما یه نفر پشت الان میافته. نفهم چی میگی؟ برو دیگه چرا معطلی؟ میگم یه نفر پشت الان میافته. بابا نمیفهمه. برو بابا برو راه که داری برو دیگه معطل نکن. یه نفر پشت الان میافته. یا برو بابا چادر رو میبندی. دینده اومدن. خسته نباشید. قربون شما. ترسوندیم بابا. تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا نرفتی خونه؟ قیافه شو. چند بار کمونده بود از اون بالا پرچم وسط جاده جا خوش کرده. پسر من جا خیلی راحته. تو هم بیا اینجا خب. تو هم بیا بیرون باید برگردیم. نزدیک آستارایی برگردیم. اگه میخواستی برگردی پس چرا اومدی؟ من نیومدم که برم خارج. اومدم تکلیفم با بابام روشن کنم. بابا تکلیفش روشنه. قاچاق تو ماشین اونه. من بابامو خوب میشناسم. خلاف تو کارش نیست. حتما اونو گولش زدن. میفهمی؟ نمیفهمم. اینقدر دیگه بابام نکن. بذار برسیم به مرز. همون باباتو مجبور میکنم که منو سعی و سالم عین یه دسته گل بذاره اون ور خط. اون وقت معلوم میشه که پدر محترمتون دستشون تو خلافه یا نه. اینو باش. مرد حسابی بابات برای دفعه میاد. اون ختم همه قاچاقچیاست. تو اگه میخوای برگردی برگرد. بیا پایین. چیه؟ با من چی کار داری؟ منو نون خوردم بندازی؟ حسابم با تو هم تصفیه میکنم. شان گلی اناره آخ بکار ورزه بکار ورزه جشوشان گلی اناره دعا با کلی
یار بگیره یار بگیره شاخانه دور اطلاع بگیره. بچه رو تکلیف تو باش روشن نکردی؟ چرا تا دیدیش لال شدی؟ بچه دعوا پوا نکنین هم بشم رشتم بشم تأثیری بگی به تو ربطی نداره و بخوابونه زیر گوشه. آقا به پسرش دست اخلاقم میده. ببین من باید برم خارج، اینا منو مفت و مجانی میبرن تا ترکیه. ببین ما رو چطوری علاف کردی؟ تو باید خودمونو برسونی بهشون. تو چیکار میکنی؟ میاد چرا به روبرت داری منو نگاه میکنی؟ اینقدر لفتش بده تا دیر باشه. میای یا من تنهایی برم؟ یارو که نگرد نمیداره. اونش با من؟ داداش نیگرده میخواد پیاده شی. بله؟ گفتم نیگرده میخواد پیاده شی. بشین چیه بابا تو من دربست گرفته تا انزل شما رو برسونه. نیگرده بابا ما میخوان همین چه پیاده شی. نمیشه بابا جان بشین سر جات حرفم نزن. چی؟ نیگرد میداری یا نه؟ چی کار میکنی تو این دیوانه؟ بابا سعی میگم نیگرد. بلکن کن من بلکن بابا فرما پیاده شی پیاده شی باریکلا. یا خود جلوتر یا خود جلوتر باید لباسمون رو عوض کنیم بهتره. بیا تو هم با اون بابا داداش یه ذره تندتر قربونت دمت گرم. داداش چون من برو جلوتر. برو دیگه. خب اینم از خیلی معطل شد. آها رضا کردم. باید سوختشون تموم شده باشه. حتما تو پمپ بنزین معطل شدن. تا 30 ثانیه دیگه باید پیداشون بشه. پیداشون شد. برو جلو. به نظرم پشت تریلی آبیه خبرایی. دیدی 2 نفر اونجا بودن. شل کن ببینم چه خبره. باید اول خبر بدیم جناب پروفسور. صدامو میشنوی؟ شماره 1. شماره 3 هستم. صدامو میشنوی؟ شماره 1. صداتو شنیدم. شماره 3 چی شده؟ پشت تریلی آخر خبرایی هست. چی داره میگی؟ چه خبری هست؟ 2 نفر اتراق کردن. بچن آقا. شماره 2 صدای منو میشنوی؟ شماره 2 چرا جواب نمیدی؟
آقا ما چیکار کنیم؟ بکشیم آقا مراقب باشیم. بپوشم آقا. شما الان کجا هستیم؟ پشت تریلی دوم. نه فعلا در همون وضعیت باقی بمونید. به چشم آقا. معلوم نیست این عقب افتاده حواسش کجاست. نزدیک قهوه خونه جنگلی هست. بهتره بریم اونجا تطویق قضیه رو در بیاریم. باید خیلی احتیاط کنیم. شاید اتفاقی باشه. امیدوارم. شماره 2 جواب بده. صدای منو میشنوی؟ شاید بیسیمش خاموش باشه. شماره 2 هستم قربون بفرمایید. این افسه. خوب گوشاتو واکن ببین چی میگم. بدون هیچ عکس العملی دنبال من میای فهمیدی؟ جواب بده. بله قربان. شماره 3 شماره 3 هستم بفرمایید. شما بیافتین جلو بریم قهوه خونه جنگلی منتظر باشید. کجا دارم میرم؟ نمیتونم. خدا کنه فقط یه جا نگه دارن تا ما زودتر تکلیفمون رو باشون روشن کنیم. چرا از این طرف اومدیم؟ اتفاقی افتاده؟ چیزی نیست. شما اونجا پارک کنید. باشه. هیچ اقدامی نکنیم تا ببینیم چیکار میکنن. مواظب به زبان. باشه. خسته نباشی آقا رضا. قربون شما. چی شده؟ چرا اومدیم اینجا؟ جای خوبیه نه؟ جلوتر تصادف شده. جاده رو بستن. مهندس گفت اینجا بمونیم تا راه باز بشه. عجب هواییه. بریم تو. حالا میخوای چیکار کنی؟ هیچ. منتظر میشیم تا دوباره حرکت کنه. نزدیکای مرزی. مگه نمیخواستی مجبورشون کنی ببرنتون بر؟ چرا؟ ولی حالا خیلی زوده. به نظر من که موقعشه. باید دست به کار بشیم. دست به کار بچین. میخوای چیکار کنی حمید؟ باید قاچاقو پیدا کنیم. اونو جاسازی کردم. مگه میشه به این سادگی ها پیداش کرد؟ من پیداش میکنم. حتما واسه اینکه پلان به گمرک واز نکنن از این زیر یه دریچه به داخل کانتینر درست کردن. ببین حمید، من میخوام برم خارج. اگه قرار قاچاقو پیدا کنیم که تو با بابا تسبیح حساب کنی من نیستم. نترس. فقط باید بهش ثابت کنم که همیشه حق با اون نیست. بیا. مواظب باش کسی نیاد. باشه. عجب هواییه. این یارو قهوه‌چی هم معلوم نیست کجا رفته. اگه بوده شغلا یه 2 تا چای به همون میداد خستگیمون در میرفت. یالا زود باش. بیا کمک. فکر کنم پیدا کردم. باید اینجا باشه. یکم زور بزن. کمک کن برم بالا. مواظب باش.
خبر اونجا؟ عجب چیزایی اینجاست. کجا آقا رضا؟ اون پسر منه. پسر توه؟ اینجا چی کار میکنه؟ آقای مهندس اینا با پسر من چی کار دارن؟ شما بهتره بفرمید بنشینید. بشینم؟ آقای مهندس فرمودن بفرمایید بشینید. وایسا! کجا فرار میکنی؟ گفتم وایسا! قاچاقچی! اگه قاچاق باید چرا خودت میکنی؟ میگی ولی عمل نمیکنی. حمید قاچاقچی! شما با حیثیت من بازی کردین. این همه وقت بیکاری رو تحمل نکردم که حالا تو این کثافت کاری بیافتم. دست تو خیلی دور برداشتی. خونسرد باش. برش کن. اون یکی پسره دیگه کیه؟ دوستمه. تو جاسازی تریلی تو گیر افتاد. ولم کنی. این رفتارتون اصلا درست نیست. چرا به من گیر دادین؟ من یکی که دیگه میدونم شما دارین چی کار میکنین. پسر زرنگی هستی. بس فکر کردی فقط خودتون زرنگی؟ کی جاسازی رو بهت نشون داد؟ معلومه دیگه پسر آقا رضا. اصلا این پدر پسر فضولن. دوست دارن تو کار همه دخالت کنن. پس حضرت تالیون تو چیکار میکردین؟ همش تقصیر حمیده. اون به خاطر باباش میخواست بساطتون رو به هم بریزه. که اینطور. خب حالا ما با جنابالی چیکار کنیم؟ چی؟ ببرینم اون برم از. باریکلا. اگه نبریمه چی؟ نه میبریم. آخه میدونی پلیس و این چیزا تو زندگانی انسان خیلی مهمن. مثل عتیقه. بچه پررو. برم کن. جم نخور. میگم برم کن. باستا. اندازش تو. بگی تنبو. این قبول نزن. برو بیان. تهدید میکنه. همون شد؟ بله جناب مهندس دیگه اصلا لو نمیره. باریکلا. وقتی رسیدیم یادم بنداز یه پاداش حسابی بده. برزه عقب افتاد. اگه این جنس ها سالم خارج نشن مطمئن باش که تو هم سالم نمیمونی. داره دیر میشه. برو بالا. قایق تفریحی و کار فصلیست اگه شرف داره به این کار. زیاد تو نرو آقا رضا. فکر پسرت هم باش. یالا سوار شو. دوستش داری؟ نگران نباش. پیش ما امانته. امیدوارم که عاقل باشی.
خیلی کوچیکتم حمید جون، از من دلخور نباش. مجبور بودم اون حرفا رو بهشون بگم، بالاخره آدم دیگه. شماره سه جواب بده. شماره 3 هستم، بفرمایید. اوضاع چطوره؟ خیلی خوب نیستش آقا. واسه چی؟ واسه مهمونا اتفاق افتاده؟ مهمونا حالشون خوبه، حال ما بده آقا. خب کمتر نوشابه بخور. میخوای جاتو با اون ناببه عقب افتاده عوض کن؟ نه آقا، اجازه بدین یه لحظه جلوی یکی از این رستوران نگه داره. حتما خیلی خوشحالی که فهمیدی بابات باشون همدستیست، نه؟ من آدم فروش نیستم حمید، تلافی میکنم. پامون که برسه اونور همه رفاقت تو تلافی میکنم. کدوم رفاقت؟ من خراب دل به رفاقت کی بستن؟ ببین چی میگم، ما چه بخوایم چه نخوایم خلاص شدنمون به هم بنده. باید رو رفاقت هم دیگه حساب کنیم. تو که منو میشناسی حمید. چی شد؟ چرا وایسادن؟ برو به مهندس خبر بده. شماره یک جواب بده. صداتش این عباسی شد. آقا نمیدونم چرا یه دفعه واسدادن. سریع یه بیسی بهشون برسون. بگین را بیفتن. چشم. اینه برسون بهشون. باشه. سعید زودتر. آقا رضا میخواست بدون استیشن واسه چی متوقف شد. بی سوار شو. بزن بریم. یه جوری دستای منم واکن. چی شد؟ مراقبشون باش. معلومه بابات خیلی دوست داره. تا مطمئن نشد برای چی وایستادیم حرکت نکرد. شاید بابا جونش فکر کرده میخوایم بچه‌شو بخوری. این اومده دنبال باباش. تو برای چی اومدی؟ اینم مثل تو عشق خارجه. شانس آوردی. اگه به خاطر بابای این نبود همونجا کلکتو کنده بود. مگه شهر هرته؟ خیلی بچه پارویی ها. آبروی ما رو پیش مهندس بردی. حالا 2 قرت نیمت هم باقیه. کلی با این جاسازیش پوز میداد. خوشم اومد. خوب زدی تو کاسه کوزه. تو دیگه چی میگی؟ هیچی پروفسور جون. شماره 3 جواب بده. شماره 3 هستم، بفرمایید. خودتون برسونید به ما. یه جوری هم مهمونا رو نشون آقا رضا بدید تا از نگرانی در بیاد. چشم آقا. دیدی بی خود نگرانی؟ تا وقتی با ما همکاری کنی واسه پسرت هیچ اتفاقی نمیفته. به مهندس اعتماد داشته باش. شماره 4 جواب بده. شماره 4 هستم. ببینم اونجا آزاد چطور؟ همه چیز خوبه را؟ بد نیست آقا. به آقا رضا بگو خیالش راحت باشه. ما امانت داریم. به شرط اینکه اونم امانت داریشو ثابت کنه.
بسیار خوب، باش صحبت میکنم. راجب ادامه کارم باش صحبت کنم. شنیدی که مهندس چی گفت؟ تا گمرک من در خدمت شما هستم. بعد از اون دیگه خودت میدونی. اگه جون پسرتو دوست داری سرتو میندازی پایین و رد میشی. اصلا هم لازم نیست بترسی، چون هیچ کس به تو شک نمیکنه. بارنامت هم هیچ عیب و نقصی نداره. شماره 3 صدای منو میشنوی؟ شماره 3 جواب بده. بله آقا، صداتونو شنیدم. تا 1-2 ساعت دیگه میرسیم من. شما سریع برین اطراف گمرک منتظر باشید. بله آقا. اگه خبری بود سریع به ما اطلاع بده. در ضمن از بهمونم خوب مراقبت کن. به چشم آقای مهندس. اگه یه ذره فکر کنی میبینی به نفعت. تو که نمیخوای به این کار ادامه بدی. همین یه باره آب از آب تکون نمیخوره. در عوض با پولش میتونی آینده پسرتو تضمین کنی. آقا اگه ما دستشویی داشته باشیم چیکار باید بکنیم؟ حرفشم نزن. یعنی چی؟ من باید برم توالت آقا؟ اصلا صحبتش نکن. خب تقصیر من چیه دستگاه دارم؟ داری اعصاب خورد میکنی ها؟ تو چرا رفتی اونجا؟ دست باب ما چی میشه؟ بشین ببینم چی شده؟ بابا همین دنبال رود باش. وایسا بابا نگه دار. حمید دستمو با کن. یادم با کن حمید. زود داشتی که گوشاتون رو باز کنید. من میدونم که صدای ما نمیشنم. ما با شما هیچ کاری نداشتیم. فقط تا مرز مهمون ما بودید. الانم برای که بهتون ثابت بشه که هیچ کاری با شما نداریم و پیشنهاد بهتون میدم. یا از همینجا برگردیم برین نظری یا اینکه به ما ملحق بشید تا ترتیب رفتن شما رو به اون بر مرز بدم. در هر صورت یادتون باشه که پدرتون هنوز پیش ماست. اگه دلتون میخواد که بازمون رو ببینید باید یکی از این دو راه انتخاب. بگم که اگه یه دونه پلیس سر راه ببینم پدرتون خلاص میدم. من حوصله این جور بچه بازی ها رو ندارم. نافتونه که شر به پا نکنید. دیگه هم حرفی ندارم. بهتون فرصت میدم که فکر کنید و هرچه زودتر جواب منو بدین. لاف میاد. اونا باباتو لازم دارن، نمیتونن کاریش کنن، ولی پیشنهاداشون بدم نیستا. میشه باشون کنار اومد. بازم میخوای ما رو بفروشی؟ بابام به خاطر ما گیر افتاده. نامرد فکر کردی اینا تو رو به همین راحتی میبرن خارج؟ تو از من و تو یه قاچاقچی آدم فروش حرفه‌ای درست نکنن دستبردار نیستن. حالا میخوای چیکار کنی؟ میدونم میخوای بکنی همین؟ باید توجهشون به خودمون جلب کنیم. چجوری؟ صبر کن میفهم. مواظب باش همین، مواظب باش. خیلی شوخی بردار نیستم. ما هم قرار نیست باشون شوخی کنیم. بادش به اون بگیره رفتیم. ببین اونهاشن رفتن. شماره یه استیشن اینجاست. از ما سبقت گرفته داره میاد جلو. از قبراشو ببندیم. میخواد از شما سبقت بگیره. دست رو نمیتونه فرار کنه.
بدجوری گیرمون انداخته حمید. مواظب باش. تونتر برو دیگه، تونتر برو. مواظب باش. این دیگه چرا اینجوری میکنه؟ برو یالا برو دیگه، چرا نمیری؟ چی داری میگی تو؟ مگه نمیری راهمونو بسته کجا برم؟ ساکت باش بذارم چی کار دارم میکنم، دست ما کم نکن. آروم باش بچه. آقا راه من بسته است، آرزا بدبارگی میکنه نمیذاره رد چین. آقا رضا یکی طلب ما بگی بقیه بذار رد شن. برو کنار دیگه بگیرش. اعصابمو خراب کردیه. یه جوری میخواد تو توی رانندگی کنی. دست راست برو. بکش کنار بذار بره. ببین جلوش، ببین جلوش. اون جلو ماست. ببین جلوش. بکش کنار. ببین جلوش. تو دیگه کی هستی بابا؟ فکر کنم حسابی ازشون دور شدیم. بله دیگه دستشون به ما نمیرسه. حالا مجبورم با یه زبون دیگه با شما صحبت کنم. هیچ کاری از شما بر نمیاد. اگه پلیس هم برسه ما همه چیز آسان میکنیم. فقط باباتونی که پاشگیره شما به جرم دزدی ماشین دستگیر میشه. آقا رضا خوب گوشاتو وا کن ببین چی میگم. مدارک طوری تنظیم شده که همه چیز بر علیه توه. حالا خود دارین. دیوونه بازی در نیار. به نفع همه است که از بچه‌ها بخوای دست بردارن. بگیر. اگه یه موثر اونا کم بشه این تریلی رو با هر چی توش هست میفرستم تایید. مطمئن باشین که این کارو میکنم. حمید گوش کن ببین چی میگم. این کارا به نفع هیچ کس نیست. آروم نگه دارین. من قول گرفتم که واسه هیچ کس اتفاقی نیفته. فهمیدین که چی میگم؟ بچه‌ها شنیدین که باباتون چی گفت؟ تا اتفاق بدی برای کسی رخ نداده دست از لجبازی فرق داری. شنیدی حمید؟ حالا باید چیکار کنیم؟ مامان در خطره، باید کمکش کنیم. کمکش کنیم چطوری؟ بدجوری گیر حتما پلیس دنبالمونه. چیکار باید بکنی؟ مهندس میدونه که تو باید پلیس رو دست به سر کرد. تو چی؟ تو هم میدونی؟ خنگی دیگه. پیام دریافت شد. کوثر جواب بده. اگه صدای منو میشنوید جواب بده. ببین به چه روزی افتاده. آخ چی شده؟ وای پاک زدن شکلشو عوض کرد. بچه ها نیستن آقا مهندس. کجا؟ کن ولت کنم. بشه سرت بلم کن بذار ببینم چه بلایی سر اونا اومده. بلم کن نامر. بشه سرت جان. بلم کن بذار برم. تو بذار زمین آدم میکشم. خبری ازشون نیست. آب شدن رفتن تو زمین. حتما با یه ماشین دیگه فرار کردن. خیلی خواب راه میافتیم. تا بمونه اینجا وقتی پلیس اومد یه جوری دست به سرشون کن. چی؟ من؟ این بار قصر در رفتن. اگه یه دفعه دیگه سر رام صرف بشن مطمئن باشه جون سالم در نمیبرن. اینم بدون که ما تو حمله این قاچاق هیچ کاره ایم. تمام مدارک به نام تو صادر شده. خودمون میتونیم تحویل پلیس بدیم. نفته که با ما همکاری کنی وگرنه تا آخر عمرت باید کنج زندون حسرت بخوری. روشن کن.
بردازش بیرون بدش بیا حالش شده بلند شو واقعا که حیف نور برو بالا برو خیلی دور شدم برو بگیرشون بابا خیلی ازت خون رفته چیزی نیست حالا باید چیکار کنیم بابا؟ باید راشون رو ببندیم تا پلیس برسه چطوری؟ برو جلو بابا زود باش همین بیا سوار شو بشو خیلی خوب بچه عتیقه ها هم باید با خودمون ببریم همه شما زود باشین بچه ها زود باشین فهمیدم بیا اون چی وایساده وسط جاده؟ کانتینر رو باز کردن راهو بستن بردن بابا چی شده؟ هیچی بابا ناراحت نباش بابا تالش خوب میشه ما با این خارج رفتنمون گند زدیم نخواست حالا چیکار کنیم با این مهندس و دار و دسته بردن آقا اصل کاری رو بردن خب گوشتون رو باز کنید مثل اینکه شما خیال ندارین به این بازی خاتمه بدید ولی مطمئن باشید که من تا آخرش وای میستم میدونم که پدرتون زخمی شده شما مگه هنوز از زندگی سیر نشدین؟ بهتر اون مجسمه رو برگرد شنیدین؟ این بازی رو تو شروع کردی آقای مهندس من که سرم تو لاک خودم بود اما حالا که پام به این ماجرا کشیده شده نمیذارم به همین سادگی قصر در منتظرت هستم هرچه سریعتر جنسا رو از اینجا دور کنید حواستون هم خوب جمع کنید برید قهوه خونه جنگلی دست پا چه گفتیه من بر میگردم
داره میاد بابا. بابا
مجسمه؟ برو بیارش بلند.